حالی از این که یکی قرار آخه بابا ویلا شلشه چنده شد 40 و هم 80 ریپیه میشه 190 و هم 60 ریپیه 310 از 310 چنده خودگه 310 ریپیش بازم 5 ریپه بمون میشه 290 ریپی دیگه 5 ریپه که 310 بمونه 290 ریپی 290 ریپی با مدار خو میگم نه شما پول بده من دستم ما به جادی لیلمی ها مگذر درک دیشتم که چی بگم خبر دارم که نه هسته نه میگم نه کار زنه کار بگذار بسنه که شما میتا پیرانا جالی میخریم نه همالی امیر که ماتی چاندی همه خلخلی سعی کنیم هم قط کجکی نمزاد مه هیر کو میبرم هیر یک دفعه میبرم میگم سوقتی آوردم ای تاثیره ای آنه ای زمستونی این میشه با مدار خواهم بده یا خوشومه ما بند با شکر اما قطع خوشومه یک پیری پرخاک شده اینجا چیه پرخاک دیگه یا خوشومه اینا مثل که گلبارش بیده تست چرخا نه گردن و بعد تمون مردونی هم هست یا مزمه چند تا داده به 290 ریپیه با گردن هم بند باشه کی مقبول به زمستون جاله به تموز پاشخونه میزنی اینا مرتکه گردن هم بند باشه اینا بزی خورده اینا چند تا ای 2 تا ای 100 تا پیران این سکو فقط میگی حوز چرسو گردن هم بند این پیران خانوادگیه اینا کم پرگل اینا باشم اینجا انمیر میبرم که میگم ای 2 کیلو امال نگین داره خود من میرم قرار که دیگه به خونگاه خسر خیرم به سوقتی به نوزبات خو میبرم میگم این بپوش به عروسی ها اینا رو با یک که میبرم هر کدوم این یک شو میبرم هر دفعه برم خاک بخیر خوشی مستریارم بگیرم میمیری پیشی و پولم میدینه که تیار شد نگاه و میاد هر کاری میکنم جوشانم نمیشه بای لالا بله بیا مدام خونه خسر خو چی؟ خونه خسر خو خونه خسر خو؟ من اشتباهیه میدی تو کی نگست خسر چیه؟ بابا بیا این شما خونه خسر اینجوریه بیایی بابا بیایی میگم مامی جو تو از کجا هستی معلومه؟ ما از دیگه جایم خب از سرا خونو میام سرا خسر خب بلد نیست که به سرا مردم داخل میشی نه فهمی سرا خسر من همیتر بابا صفه این مامان طول من سال داخلش تا سرا خسر منه چی میگه؟ میگه سرا خسر منه طول من سرا به اجازه داخل شد میفهمی سرا خسر بلد نیست ها؟ میگو گپ زدلا زبون در یا گونگی میگو سرا خسر تو کجاه؟ هیچ گپی نه بریم هیچ گپی نه بریم میگو گپ زد همینجی سرا خسر منه همینجی سرا خسر منه کجای فهم؟ ایشته بیعقلی میده که تو نمزاد دار کرده ایشته بیعقلی میده که دختر خوب تو داده تو هم سرا خسر خوب بلد نی
همین سر خسرتون که تو گپ مفت میزنی. خب ما بیامدم این امیجگاه نیه. بارکل خراب کاکا جون بده. بس. بده. برو. در هم سر کن. میگم تو بیا تیرو سر بیاری. خجالت کش. بابا چه کار شد؟ اخیاب بخو. سر خودم. تو سر خودت خود بدنی چی برگه که میبیو. دیگه نه به سلام. برو دیگه. بابا باید داریم که مازی ما بیاسته که خود ترگاه داریم خب سر دیشم در عقل کمال نداره. در اصلا برو باش میگن تو تیرو بیا به سر بیاره. میگم بعد خجالت هم نمیکشه. میگم چی گفت ما میگه دیگه سر خسور منه. ایش تو بیعقل که دختر خوزی داده. میگم بابا خیر. من سخت آدم بیعقلی بیده. کاکا خسرو بله خیریاته. چی من اینجا؟ سر خسرو ممیجگاه؟ نه اینجا با کجا برو بریشو برو. بله. برو بریش اینجا نیه سر خسور تو برو. سر خسرو ممیجگاه نیه؟ نه با کجا اینجی؟ چی میگه کو بریم اینجا بابا بیا سه کنه چی مایه؟ چی گفت بابا؟ بله. چی گفته؟ سر خسرو ممیجگاه نیه؟ نه. کجای پس؟ چی خبر دارو؟ برو بابا برو. کامل خالی. برو. بله بریش اینجا برو نیه برو برو. بله. بله. تیز. شما بلد نی کجای سر؟ نه من چی خبر دارو؟ خونه خسرو ممیجگاه؟ نه اینی تو بگی تو نبین اگه فوت مشکل رو. بله اینجا نیه بله حرکت کن بله. برو تیز. بله. چای به سر نگاه. من نقدشون خود راسته بیام چرا اینجا بیا سر خسور منه. هیچ عقل نداره. ما چی خبر داشتم خودی بیام اینجا سر خسور منه. هیچ نداره. من خدا تعریف میکنم. ما خبر نداشتم. من خبر ندارم. مادام میگه میاری اینجا میاری. ما خبر نداشتم. خبر نداشتم. من مسیحت میکردی. ما چی خبر داشتم خودی بیام اینجا هیچی سر بات خسور کرے منه. یا مره هم یک مسیحت میکشی میگه بابا یعنی من میگه باز دارم نذارم تا پیش خود کاریه من نباشم خر کردیه برادر دعوا میکنه برو خیر یالا ما خبر نداشتم بیام. تو بگم من خیر وقتش پات تعریف میکنم. همین سرا خسرو به کجایه؟ ماما شما خبر ندارین که سرا خسرو من کجایه؟ ها؟ ما گله کن ولاد پیار ما خسرو ما بچه می محله میشینم ما سرای نار بلد نیو ما چون کجای شما اگه میفهمیم بگیم ما که ما برو ما خاطر اشتباهی میرم مثلا مردم میگم نیم